غذا فقط چومین، لومین. ولی دیگه داریم میریم زیر پهنه سوته چین دیگه. باید یاد بگیرید که چومین و لومین بپسید. سعی کنیم چجوری بسیار خوشمزه، خوشرنگ، خوشبو. زنان چینی باید بیان یاد بگیرن از من. خودمون رو برای آینده آماده کنیم. صبر کنید لباستونم با غذاتون وفق بدید. هویجتون